اگر یه هوش مصنوعی بتونه تمام تصمیم‌های من توی ماینکرافت هاردکور رو بگیره چی میشه؟ آیا میتونه منو به اندر دراگون برسونه یا تو همون روز اول نابود میکنه؟ امروز قراره همه کاره این دنیا هوش مصنوعی باشه و من فقط دستوراتش رو اجرا کنم. بزن بریم تا آخرش ببینیم چی میشه. سلام رفقا، من صوبی ام. امروز اومدیم یه هاردکور با کمک هوش مصنوعی پیش بریم و خب اولی که شروع میکنیم باید چوب بزنیم، بعد کلنگ سنگی درست کنیم و بریم زیر و یه ذره سنگ بکنیم. من سرعت ویدیو رو یه ذره براتون بالا بردم تا بتونید که ویدیو رو خیلی سریعتر ببینید و حوصلتون کلا سر نره. و اینجا شروع میکنیم به سنگ کردن. دوستان حتما یادتون باشه کانال منو فالو کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، زنگوله بغلم روشن کنید که خیلی بهم انرژی میده تا ویدیو. و اینجا تبر و کلنگ سنگیمونو به دست میاریم، یعنی فول سنگ میشیم. وقتی که ما فول سنگ بشیم به ادامه راهمون میپردازیم. به خاطر همین الان اینجا کامل به صورت کامل فول سنگ شدیم و یه ذره غذا باید به دست بیاریم چون هوش مصنوعی گفته بود بریم سراغ به دست آوردن غذا. وقتی غذا تموم شد من داشتم از کوه میرفتم بالا تا برم بالای کوه ببینم چی است و یهو که من داشتم از کوه میرفتم بالا سرمو برگردوندم دیدم یه کشتی غرق شده اونجاست و در پوست خودم نمی گنجیدم، ولی قبلش یه ذره زغال کردم چون حیف شد دیگه، حیف استادا نمیصرفه، من اصفهانی نیستم. و رفتیم سراغ کشتیه تا ببینیم چیه. اینجا هم داشتم بدورز بازی در می آوردم و بریم سراغ کشتیه و اینجا یه جمپ خفن زدم، یعنی چون هاردکوره اصلا ذهنم ترکید که اون جامپ من پریدم و اینجا خیلی میخواستم بالا برم و نمیتونستم و آخر از همینجا شروع کردم. و این چیزیه که تو چس بود، یعنی ببین زرهش عالی بود، عالی بود زرهش، یعنی من زره چرمی تا حالا به این چند تای خفن ندیده بودم. و بقیه وسایلش هم برمیداریم، هر چیزی که نیازمون بشه و گندماش هم حتما نیازمون میشه به خاطر اینکه مثلا بخوایم نون درست کنیم. و میریم توی خود کشتی اینا رو میکنیم. اون طرف هم چست دیگه، هر کشتی 2 تا چست داره. اینجا هم فقط یه نقشه گنج بود، مهمش اینه که وقتی رفتم سراغ نقشه گنج اونوری که من سرعت ویدیو رو زیاد کردم تا خسته نشید و حوصلت تو سر نره، من وقتی رفتم سراغ گنج اونوری یه چیز عجیب دیدم و انگار مثلا ماتریکس اومده بود توی ماینکرافت، اصلا پشمام ریخته بود. اینجا داشت شب میشد، هی من میخوابیدم نمیشد و بالاخره خوابیدم زیر درخت سیب، چون سیب میده دیگه. آره زیر درخت سیب خوابیدم و همینطور داشتم میرفتم جلو تا برسم به علامت گنج. و وقتی اینجا دیدم که آهن، خب رفتم بالا تا آهنو بکنم و چند تا آهنم گیرم اومد، ولی من همچنان در حال کاوش بودم. گفتم یه درم گفت میر گفت برم تو اون قاره که الان از توش یه کریپر در اومده بود، یه دلم هم میگفت نرم و اون دلی که گفت نرم راست میگفت، چون یهو یه کریپر ازش در اومد و فرار کرد. و اینجا که رفتم سراغ نقشه بعدیه، رفتم سراغ بالا سر گنج، دیدم دقیقا بغل یه کشتی دیگه است و رفتم کشتی رو لوت کردم. چست اولش این لوت بود
و من فکر کردم چون که کشتی مثلا رنگ چوبش فرق داره، درصد چستاش هم فرق داشت، چشتاش. و اینجا رفتم بغل رو نگاه کردم، دیدم واه چقدر بزرگه، یه دونه چست خیلی عجیبه. و اینجا یهو به سرم زد برم بالا، رفتم بالا، یهو این چست رو باز کردم و پشمام ریخت. یا ابوالفضل چست رو ببین. اول بازی که هنوز من آیرونامو درست نپختم یا فول آیرونی نشدم، به دایموند به دست آوردیم. و از اینا که حتما اگه چیز شدم انجامش میدم، میندازم روی آرمورم. و وقتی این چیزای خفن و آیتمای خفن رو به دست آوردم، نقشه رو انداختم بیرون و رفتم یه جا رو حرف کردم تا بتونم آهنامو توش بپزم. و من اینجا زغالامو گذاشتم، آهنامم گذاشتم تا یه ذره آهن بپزه تا بتونم شیلدمو به دست بیارم، همونطور که چت جی پی تی گفته بود، تا بتونم به هدفم برسم و هرچی چت جی پی تی میگه رو گوش کنم. بعد یه شیلد به دست می آوردم، بعد یه سطل باکت آب که همیشه چیزم باشه و غذا رو هم تو این فرصت زدم پخت. بچه ها این شیدره خیلی شیدر گادیه، یعنی درسته هوا موا اینا نداره ولی تکسچر پکه. شما یه لحظه بذارید من کلنگ چیزامو به دست بیارم، کلنگ آهنیمو اصلا بازی رو یه طور دیگه کرده و اینجا دارم آهن میزنم. بچه حتما از خودتون سوال میپرسید که کلنگ آهنی از کجا؟ از اون جایی که داشتم آهنامو میپختم و تموم شد و رفتم یه ذره آهن ماین کنم تا فول آیرون شیم و همینطور اینجا دارم ماین میکنم. دوستان حتما یادتون نره حتما کانالمو ساب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، به دوستاتونم ما رو معرفی کنید که خیلی کانتنت های جدید و خفنی قراره توی بدراک از بدراک براتون بذارم. فکر کنم اولی یوتیوبر فارسی هستم که برای ویدیوهای بدراک با موبایل دارم تو یوتیوب ویدیو میذارم، پس حتما من رو دنبال کنید که بهم خیلی انرژی میده. آخرین آیرونامو داشتم میکندم به فکر این افتادم که یه زیر زمینی رو حفاری کنم برم توش و آهنامو بپزم و فول آیرونیش هم دیگه. وقتی که اینجا دارم یه توچ میذارم این بغل و فرنست و چستم هم میکارم. وقتی فرنست و چستم رو کاشتم میرم سراغ پختن آهنا و فول آیرونی شده. همینطور که میبینید میخوام آهنامو بذارم توی فرنس تا بپزه و فول آیرونی. فاکین 37 آیرون دارم، نمیدونم کم باشه یا زیاد، واقعا کم باشه. خب برای مرسی